سلام بر ذهنایی که کنجکاو و اهل سوال هستند. به چینل هوش مصنوعی افغانستان خوش آمدید. امروز ما در حال کشف دنیای شگفت انگیز پردازش طبیعی زبان یا NLP هستیم. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که هوش مصنوعی چگونه زبان انسان را از متن تا گفتار درک می‌کند؟ پردازش طبیعی زبان یا پلیبین زبان انسان و کامپیوتر هست. این روش هوش مصنوعی برای درک تفسیر و تولید زبان انسان است. کامپیوتر را تصور کنید که نه تنها متن و گفتار را می‌خواند، بلکه درک می‌کند و به آن پاسخ می‌دهد. این قدرت NLP است. NLP ماشین‌ها را قادر می‌سازد تا زمینه احساسات، قصد و حتی شوق طبیعی را در ارتباطات انسانی درک کنند. از چت‌بات‌ها تا ترجمه زبان، NLP نحو تعامل ما با فناوری را تغییر داده است. NLP در هسته خود شامل الگوریتم‌ها و مدل‌های پیچیده‌ای است که الگوهای زبان را ترجمه و تحلیل می‌کنند. این مدل‌ها بر روی مجموعه داده‌های عظیم برای یادگیری قواعد گرامر زبان، معنی کلمات و تفاوت‌های ظریف زبانی آموزش داده می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی جمله‌ای را تایپ می‌کنید، الگوریتم‌های NLP آن را تجزیه می‌کنند، کلمات را تشخیص می‌دهند، نقش‌های آنها مانند اسم‌ها یا افعال را شناسایی می‌کنند و معنای کلی را تفسیر می‌کنند. این مانند آموزش دادن یک رقص پیچیده به یک کامپیوتر است. در پردازش یک متن توسط هوش مصنوعی از دو تکنیک استفاده می‌شود: تکنیک گرامری یا ساینتیکس و تکنیک معنایی یا سمتیک. در تجزیه و تحلیل گرامری نحو قرارگیری کلمات از نگاه گرامری بررسی می شود و اما تحلیل معنایی که خوشبختانه هوش مصنوعی در این زمینه هر روز توانمندتر می شود، با استفاده از الگوریتم های کامپیوتری برای درک معنی کلمات و چگونگی ساختاربندی جمله انجام می شود. برخی از این تکنیک ها را برای شما توضیح می دهیم. شناسایی موجودیت یا NER فرایندی است برای تشخیص اسامی و نوع آنها که هدف آن تشخیص و شناسایی کلمات یا عبارت‌هایی است که یک موجودیت را بیان می‌کنند، مانند اسامی اشخاص، اسامی فابریکه‌ها، مکان‌ها و غیره. این تکنیک همچنان می‌تواند اسامی مشترک را با توجه به مفهوم متن تفکیک کند و یا نقل قول‌ها را پیدا کند. ابهام زدایی کلمات. گاه یک کلمه چند معنی دارد. به طور مثال، کلمه شیر در زبان فارسی که هم نام یک حیوان است و هم یک نوشیدنی. از تکنیک ابهام زدایی برای شناسایی این دسته از کلمات استفاده می شود و معنای کلمه بر اساس محتوای متن مورد نظر ترجمه و تفسیر می شود. تحلیل احساسات. هوش هیجانی NLP است که لحن متن را تعیین می کند: مثبت، منفی یا خنثی. کسب و کارها از این روش برای سنجش بازخورد مشتری استفاده می کنند و رسانه‌های اجتماعی احساسات عمومی را از این طریق دنبال می کنند. نکته قابل توجه اینجاست که هوش مصنوعی می تواند متن تهیه کند که درست شبیه گفتار یک انسان است. برای مثال، چت‌بات ها از NLP برای تولید پاسخ‌هایی استفاده می کنند که طبیعی و مرتبط به نظر می رسند و این مانند گفتگو با یک دوست دیجیتالی است. NLP نیروی محرکی ترجمه متون است. از ترجمه وبسایت ها گرفته تا برنامه ها، موانع زبان را از بین می برد. اما این فقط در مورد تعویض کلمات نیست، بلکه در مورد گرفتن مفهوم و معنی است. علاوه بر این، NLP می تواند متون طولانی را خلاصه کند و مهمترین اطلاعات را انتخاب کند. این مانند این است که شما از مشاور خود بخواهید یک خلاصه یک صفحه‌ای از یک طرح 100 صفحه‌ای را برای شما ترتیب کند. تصور کنید این تکنولوژی چقدر به سرعت انسان برای مطالعه مقالات و کتاب‌ها کمک خواهد کرد. در حالی که NLP راه طولانی را پیموده است، برخی چالش‌ها هنوز پیش رویش هستند. مثلا درک بیان یک ضرب‌المثل، یک شوخی در یک متن جدی، درک زمینه‌های فرهنگی متفاوت آدم‌های مختلف
از کشورهای مختلف در متن‌های مشابه. با این حال آینده NLP امیدوار کننده است. محققان در حال کار بر روی مدل‌های پیچیده‌تری هستند که بک‌گراند را بهتر درک می‌کنند و کمتر جانبگیری می‌کنند و یا به خطا تحلیل می‌کنند. حالا شما از تکنولوژی ترجمه هوش مصنوعی بیشتر می‌دانید. تبریک می‌گویم. این ویدیو را با دیگر مشتاقان این حوزه به اشتراک بگذارید و از تلاش ما برای آگاهی حمایت کنید.